بویر از سنگای نقشی وضع کرد، صحابه انکار کرد، گفت کار پیامبر نکرده. چرا؟ صحابه مختلف مردم بودن. حضرت عثمان گفت تزیین شعائر الله هست، باید شوه. آیا حضرت عثمان حرام میکرد؟ نعوذ بالله من ذالک. این نقش و نقاشی مساجد، تعلیم درس تدریس، تدوین کتب، تالیف و تصنیف، هیچ سلسله امی زبر و زیر در قرآن حلال است یا حرام است؟ او مردم عوام، شما که اعراب قرآن نمیفهمین، اگر زبر و زیر از قرآن دور کنیم مشکل دارین یا ندارین؟ امی حرام است. ایره صحابه کرده، پیامبر کرده. ایره کی کرده؟ حجاج بن یوسف، یک شخص ظالم کرده، کس برای ازو حرام نگفته. چیزاست که پیامبر نکرده مگر بالله کارای خوب است، در تعیین دین است. حضرت عبدالله ابن مسعود میگوید ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن و ما رآه المسلمون قبیح فهو عند الله قبیح. آن چیزی را که جماعت مسلمانان نیک میپنداره او به نزد خدا هم نیک است. فاتح خوانی نیک است، ثواب داره، ثوابش میرسه، هیچ مشکل وجود نداره. سوال دیگر است حیلة الاسقاط. حیله اسقاط وضع مجتهدین ماست، مسئله فقه حنفی است. حیله اسقاط، معنای حیله اسقاط، یک انسان مسلمان در زندگی خود طاعت و عبادت میکنه، گاهی وضویش میکنه لیکن وضویش درست نمیشه، نمازش هم نمیشه. وقتی انسان نماز بی وضو میخوانه بی فکر میباشه، انسان روزش میشکنه لیکن خودش نمیفهمه، مکروه میشوه، نظر گرفته میباشه، ایفای نظر نمیکنه، انسان قسم میخوره، کفاره قسم داده نمیباشه، کفاره یمین و کفاره ظهار میداشته باشه، ادا کرده نمیباشه. فقهای کرام یک طریقی را وضع کردن که استنادشان کتاب الله و حدیث رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث مسلم است. صحابی آمد در ماه روزه مبارک پیش پیامبر علیه السلام، یا رسول الله هلکت و اهلکت، خودم هلاک شدم و دیگران را هلاک کردم، چه کار کردی؟ فرمود، عرض کرد یا رسول الله در روز رمضان به امرای زن خود جماع کردم. روزه از بین میره، قضام لازم است، کفارم لازم است. همینطور است. 2 ماه باید روزه بگیره. پیامبر علیه السلام برش فرمود 2 ماه روزه بگیرین. گفت یا رسول الله طاقت یک روزه نداشتم، 2 ماه چگونه روزه بگیرم؟ بس پیامبر برش فرمود شما یک غلام آزاد کنید. گفتم یک رقبه دارم یا رسول الله. باز برایشان فرمود شما 60 مساکین نان بدین. گفت یا رسول الله خودم مسکین هستم، چیزی ندارم. گفت انتظار بکش، یک کسی 1 ساع 1 پیمانه خرما میارد. پیامبر علیه السلام برش میگوید ایره برای مردم صدقه کو که کفارت شوه. او در جواب میگوید یا رسول الله در میان لابطه دکوی مدینه از مکه فقیر نیست. این کفاره هست. میبینید که پیامبر علیه السلام چگونه برای صحابه تعلیم میکنه. حضرت ایوب علیه السلام در حق زنش قصه قرآنی است، قسم میخورد که اگر آمد و او را 100 خمچه میزنم. خداوند متعال تدبیری نیک برایش نشان میده. خذ ضغثا فاضرب به ولا تحنث. 100 چوب یک جای کو، 1 مرتبه سرش بزن، حانثم نمیشی، قسمتم ایفا میشه. ببینید که از نصوص قرآن همین کارا با استناد ای کارا فقهای کرام وضع حیله اسقاط کردن. حکم حیله اسقاط مستحب است. مستحب او کار را میگه که در کردنش ثواب است، در نکردنش گناه نیست. مگر فقها کردن آن چیزی که به ذمه از میت لازم است، امید از پروردگار است که به واسطه همین حیله اسقاط خداوند برش میامرزد. بالاخره حیله اسقاط تعیین میشود. به همین شکلی که گفته است کتابای ما بحث دارد که یک انسان مرد بعد از 9 سال و دختر بعد از 7 سال حسابش گرفته شد و عمرش حساب شود، نمازش حساب شود، 6 نماز وترم 1 نماز، روزم حساب شود، به اندازه ازی باز فدیه بپردازم. اگر ایره فدیه بپردازیم 50 لک می شود. اینجا 10,000 میمانی، به اندازه 50,000 می شود. اما مثالی که از قرآن استدلال کردیم این کار ناروا نیست. این ناروای عندی است که مردم از پیش خود میگوید ناروا.